به نام خدا. من محمد حسین پوراسکری هستم، دانشجوی کارشناسی اقتصاد ورودی 1400. این مقوله تراست خب برام خیلی جالب بود، چون خودم تو حوزه فایننس کار میکردم، منیجمنت و مارکتینگ، و در کل دوست داشتم که این پروژه رو ارائه بدم. اون بخشی که من در موردش میخوام حرف بزنم، حالا بیارم عقب‌تر، بخش How to negotiate with a lawyer. چطوری ما میتونیم با یک دروغگو توی مذاکراتمون گفتگو بکنیم و گول نخوریم یه جورایی. خب چیزایی که ما میخوایم اینجا مطرح کنیم، یکی اینه که اولا میایم یه سری تحقیقاتی که روی دروغگویی چه تو حوزه کاری، چه حوزه حرفه‌ای، چه حوزه زندگی عادی اتفاق افتاده رو بررسی میکنیم. بعدش یه سری راهکار معرفی میکنیم که خب حالا ما فهمیدیم مسئله چیه، اما چطوری میتونیم جلوی این دروغگویی ها رو بگیریم و منفعت خودمون رو ماکسیموم بکنیم. در نهایت هم یک Q&A داریم که حالا اگه کسی سوال داشت میتونیم جواب بدیم. خب اولین تحقیق برمیگرده به رابرت سوشال سایکولوژی. طبق تحقیقی که اونها کردن، یعنی که آقا انسان‌ها توی جوامع به شکل کلی به طور میانگین بین 1 تا 2 تا دروغ در روز میگن. خب و خب روابط کاری هم از این قاعده مستثنا نیست و آدم‌ها این کار رو توی معاملاتشون هم انجام میدن. برم بعدی. یه نکته‌ای که اینها مطرحش کردن، دلایل مختلف رو اومدن سنجیدن و مهمترین دلیل رو این بودش که میخواستن دنبال یه راهی بگردن تا بتونن منفعت بیشتری ببرن. مثلا ما توی حالا معاملات کارگروه مالی خیلی پیش میاد که طرف میگه آقا من آره یه کد حقیقی دارم، خب یه مثلا میلیاردری دارم که میخواد همچین پولی بیاره و اگه تو معامله رو نبندی با اون میبندم. اینطوری میخواد آپر هند به اصطلاح باشه. مسئله که اون مطرح کردن اینه که خب اوکی، حالا ما فهمیدیم که دروغگویی وجود داره تو معاملات، اما آیا ما میتونیم این رو دیتکت کنیم، میتونیم کشفش بکنیم؟ و نکته جالب اینجا بودش که فقط تو 56% موارد آدم‌ها تونستن بفهمن طرف مقابل داره دروغ میگه و خب 56% عملا فرقی با شیر یا خط انداختن نداره، یعنی اونم 50-50، اینم حالا مثلا 56-44%. حالا یه سری راه حل و سولوشن هایی هست. من فقط حواسم چون میخواد به وقت باشه یه مقدار ممکنه اینجا رو سریع بگم، ولی سعی میکنم تو همون 15 دقیقه تمومش کنم. یکیش اینه که ازشون بخوایم مقابله مثل بکنن. یعنی چی؟ وقتی که ما شروع میکنیم یک سری اطلاعات حیاتی رو با طرف مقابل به اشتراک میذاریم، وقتی به طرف جملاتی مثل من به تو اعتماد دارم، من با تو صادقم، بابا تو که سر من گول نمیزنی، وقتی همچین جملاتی رو میگیم، طرف مقابل به شکل غریزی دوست داره اون هم یک سری اطلاعات اسنشال و حیاتیش رو با ما به اشتراک بذاره. پس یکی از راه‌های خیلی مناسب اینه که در همون بدو مذاکراتمون و کلا هر جلسه‌ای که داریم شروع کنیم یه سری اطلاعاتی، حالا نه خیلی حیاتی ولی در حدی که طرف احساس راحتی با ما بکنه، رو باهاش به اشتراک بذاریم. و مثال بارزش مثلا فرض کنید که ما می‌خوایم یه تیکه زمین رو بفروشیم، خب و میگیم که آقا ببین مثلا صادقانه این چه میدونم کابینتاش مثلا ما خریداریم، خب و می‌خوایم یک تیکه زمین بخریم. اگه بریم به طرف این آقا صادقانه من الان مثلا اینقدر فقط میتونم بهت پول رهن بدم، توقع این که بخوام یهو اینقدر بهت مثلا اجاره و رهن بدم نداشته باشه. وقتی طرف همچین چیزی رو ببینه، ممکنه اونم در جواب چیزی متقابل بگه که آره ببین حالا این خونه هم که میخوام بدم خوبه ولی فرض کابینتاش ممکنه یه ذره زوار در رفته باشه. خب اگه یهو ریخت رو سر و کلت، نترس خیلی. راهکار دومی که مطرح میشه اینه که باید سوالات صحیح رو بپرسیم. خب آدم‌ها خیلی سعی میکنن که با پیچوندن، با جوابهای انحرافی دادن از سوال اصلی شما تفره برن و به اصطلاح مایند فاگینگ کنن. خب یعنی شما رو تو موقعیتی قرار میدن که میگین خب اوکی اصلا شاید من دارم سوال اشتباهی رو میپرسم. یه آزمایش که انجام شده، 61% آدم‌هایی که توی مذاکره یه لحظه ببخشید، من یه مشکلی واسه سیستم پیش اومده، اگر یه لحظه اجازه بدید من اینو پاس کنم.
خب عذرخواهی میکنم. 61 توی آزمایشی که انجام دادن اومدن از آدم‌ها به شکل مستقیم پرسیدن، یعنی توی یک موقعیتی قرار دادن، گفتن آقا شما مثلا معامله‌گر بنگاه و املاکین. خب و دو تا گروه مشتری‌ها یه سریشون اومدن صرفا قیمت رو پرسیدن، گفتن که مثلا زمین چطوره، همسایه چطوره. توی مورد دیگه مستقیما در مورد اشکالات خونه سوال کردن، مثلا گفتن که رنگ کابینت‌ها چند وقت طول می‌کشه تا بره، خب یا مثلا چه می‌دونم استحکام خونه چقدره. و توی این آزمایش 61% نگوشیترها، 61% کسایی که طرف ارائه کننده خدمات بودن، وقتی که سوالات به شکل مستقیم ازشون پرسیده میشد صادقانه تر جواب میدادن. و 39%، البته یه نکته‌ای که وجود داشت این بودش که همیشه هم جواب نمیداد، یعنی علیرغم اینکه تو بعضی موقعیت آدم‌ها سوالات مستقیمی می‌کردن درباره اشکالات معامله، باز 39% اون مذاکره کنندگان دروغ میگفتن. خب یعنی علیرغم اینکه شما تلاش میکنی که با سوالات مستقیم به هدفت برسی، طرف مقابلت سعی میکنه مقابله مثل بکنه. خب مسئله چهارمی که مطرح میشه اینه که خیلی نباید فضا رو بیش از حد مثلا کانفیدنشال بکنید. تحقیقات نشون داده که آدم‌ها دوست دارن که اون پرایوسیشون و اون کانفیدنشیالیتیشون حفظ بشه. خب وقتی که شما خیلی زور میزنید، یعنی میخواید مطمئن بشید که آقا تو راحتی، تو مطمئنی، تو من اعتماد داری، خود این سوال کردنه باعث میشه که طرف به شما مشکوک بشه. خب مثال معروفش ما تو فارسی میگیم یه بار گفتی باور کردم، دو بار گفتی شک کردم، قسم خوردی فهمیدم دروغ میگی. خب فضا رو خیلی نباید تو مذاکره به سمت این ببریم که حتما طرف رو مطمئن بکنیم. همین که داده های دقیقی روی میزمون باشه خودش به اندازه کافی اقناع کننده هست. و یه مسئله دیگه‌اش هست، مثلا اگه توی مصاحبه کاری، یعنی یه مصاحبه شونده جلوتونه، بهتره یکم فرمالیته تر باش صحبت بکنید. مثلا به جای اینکه بگین آره تو که مثلا جای دیگه نمیری و نمیدونم استارتاپ ما خیلی خفنه، یه چیزی توی مایا بگیم که آقا اوکی ما هممون میدونیم که بالاخره به جز ما استارتاپ های دیگه هم هستن و شما احتمالاً مایلی که با اونها هم کار بکنی. آیا مثلا پیشنهادی از سمت اونا بهت شده؟ و این فرمال حرف زدنه احتمال صادق بودن رو باز بیشتر میکنه. و یه نتیجه دیگه هم که تو تحقیقاتشون پیدا کردن این بودش که سوالاتی که با تون خیلی مثلا کژوال تور مطرح شده خیلی بیشتر آدما دوست دارن که از تفره برن از اینکه اطلاعات محرمانه‌شون رو مطرح بکنن. و نکته بعدیش هم سرریز یا همون میشه گفت مثلا نشت اطلاعاتیه. فرض کنید که شما مثلا با یه باربری میخواین قرارداد ببندید و اون باربری میگه که اوکی من مثلا تا 6 ماه آینده اینو براتون هماهنگ میکنم، ترانسپورت میکنم، مثلا از اینجا میفرستم به اروپا. اگر توی قرارداد یا موقعی که مثلا میخوای امضا بزنین طرف خیلی اصرار داشته باشه که خب اوکی کانسیکوئنس تأخیر چیه، یعنی اگه من نوعی که قراره واسه تو 6 ماه دیگه اینو دلیور کنم بیاد بیفته مثلا 7 ماه دیگه، من باید جریمه بدم یا مثلا چه عواقبی واسه من داره. توی معاملات معمولا آدم هایی که این اشورنس رو ندارن، نمیتونن تضمین بکنن که اتفاقی در یک زمان و مکان مشخصی میفته، معمولا منجر میشه به سرریز اطلاعاتی و اونجا اگر ما لیسنر خوبی باشیم، اگر مذاکره کننده خوبی باشیم، میتونیم از اطلاعاتی که سرریز میشه بفهمیم طرف داره دروغ میگه یا راست میگه. و آره دیگه خصوصا و یه نکته هم که اشاره میکنه اینه که آدم‌ها کلا توی سوالاتشون خیلی این نشر اطلاعاتی رو انجام میدن. خب حالا در آخر این 5 تا سولوشن رو مطرح میکنه و میگه که آقا چند تا کار هست که شما توی مذاکراتتون یعنی 3 تا هست که بهتر انجام ندید و 2 تا کار هست که بهتر حتما انجامشون بدید. یکیش دروغ گفتنه. خب هم طبق گفته نویسنده کتاب، علیرغم اینکه حالا در کنار اینکه دروغ گفتن اصلا از نظر اخلاقی و اجتماعی کار درستی نیست، اعتبار اجتماعی و اون پرستیژ شما رو هم تخریب میکنه.
خب و طبعا وقتی که شما برند شخصیتون توی بیزینس از دست بدید، دوباره ترمیم کردنش خیلی کار سختیه. خب اینکه شما با صداقت یک پروژه رو از دست بدید بهتر از اینه که با دروغ گفتن ولی اون پروژه رو به دست بیارید، ولی اگه دروغتون فاش بشه پروژه دیگه رو از دست بدید. نکته دیگه اینه که شما، حالا من میخوام یه دونه از بعدا بگم یه دونه از خوبا، یا خیلی فرقی هم نداره. نکته دیگه اینه که شما، حالا از خوبا بخوام بگم، ریدایرکت باید بکنید. یعنی وقتی که میبینید یک سری سوالاتی رو دارید مطرح میکنید با طرف مقابلتون، اما اون مدام به دنبال اینه که مثلا یه جوری تفره بره، شما سعی کنید سر سوالات خودتون بمونید و تا وقتی که مثلا یک یس قطعی، یک آره قطعی نگرفتید، رها نکنید اون سوال رو، چون ممکنه واقعا نکته حیاتی و اساسی باشه. نکته دیگه که مطرح میشه، حالا بحث پالتر کردنه. ببینید یک حالا مثالی که خود نویسنده کتاب هم میزنه اینه که یکی از پرزیدنت های چی میگن، فکر میکنم چه پیشکسوت، اگه اشتباه بگم فکر میکنم بیل کلینتون بود که گفتش، مثلا مصاحبه‌گر باش مطرح کردن، گفتن شما مثلا رابطه نامشروع داشتید و اینا، گفتش نه من رابطه نامشروعی ندارم. خب از نظر تکنیکالی خب در اون زمانی که این رو مطرح میکرد واقعا نداشت، ولی یه جورایی داشت دروغ میگفت دیگه، در واقع با نگفتن حقیقت واقعی داشت دروغه رو میرسوند. اینو درویی کردن ها، درسته که شاید در عمل و به شکل واضح دروغ نباشه، اما باعث سلب اعتماد میشه. و نکته بعدی هم که خیلی مثلا ممکنه پیش بیاد و آکارد باشه توی همین مذاکره کردن و اینها، اینه که آدم‌ها سعی می‌کنن ابستین کنن، یعنی بیان مثلا چه میدونم بزن اینجوری بگم، توی آزمایش که انجام دادن، آدم‌هایی که اقرار می‌کردن مثلا از سابکارشون پول می‌دزدیدن یا فلان، خیلی آدم‌های مورد اعتماد تری بودن به نسبت کسایی که میگفتن نه ما مثلا کاملا آدم صادقی هستیم و اینها. و اینکه خب من